خدمات مطبوعات گمرک جمهوری تاتارستان روسیه خبر داد که کارمندان گمرک هنگام تفتیش مسافران پرواز دوشنبه قزان در فرودگاه قزان از باگاژ یک شهروند 23 ساله تاجیکستان که توسط راهرو سبز بدون اعلامیه گمرکی گذشتن میخواست دو قوطی با 398 سیم کارت شرکت بیلاین یافتند. این جوان به کارمندان گمرک فرودگاه قزان گفته است که این 398 سیم کارت را یک شناسش داده خواهش کرده است که با یک شناس او در مسکو برساند، ولی گمرک تاتارستان میگوید چنین مقدار بزرگ سیم کارت ها برای خط مال هایی که برای استعمال شخصی باشند نمی‌درآیند و شهروند تاجیکستان باید در اعلامیه گمرکی نشان میداد که با خود چنین مال دارد. نسبت به جوان تاجیک بر اساس قسم اول ماده 16 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام اعلامیه نکردن مال هنگام گذشتن از گمرک پرونده مأموری ترتیب داده تمام 398 سیم کارت از او یافته شده را مصادره کردند.